نیروهای مرزبانی قرقیزستان میگویند که مرزبانان تاجیک روز 19 مارس سال 2022 یک مرزبان قرقیز را لطکوب کردند. قشونهای مرزبانی تاجیکستان این خبر را تا حال شرح نداده است، ولی مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت روز 19 مارس یک سرباز وایدی مرزبانی لیلک در موضع صدای نویه لیلک ولایت بادکند یک ماشین ناشناس را در نزد خط سرحد دیده برای بازداشت آن به منطقه‌ای که مرزبان‌های تاجیک از واحد مرزبانی قونچی نوبرداری می‌کردند گذشته است. مرزبان‌های تاجیک سرباز قرقیز را دستگیر کردند. به دنبال مذاکرات نمایندگان مرزبانی واحدهای مرزبانی لیلک و قونچی صورت گرفته، در نتیجه آن مرزبان دستگیر شده را به جانب قرقیزستان سپردند. هنگام معاینه معلوم شد که سر او را کفاندند. در بدنش ورم‌ها دیده می‌شود و لباسش خونالود شده است. به گفته سرباز بین او و مرزبان‌های تاجیک زن و زنی شده است. در حال حاضر وضع سلامتی سرباز معتدل ارزیابی می شود و او تحت طبابت قرار دارد. گفته می شود در خبر خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان گفت این حادثه را تحقیق می کند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین، چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه و بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف می‌شوند. خونین‌ترین مناقشه در این قسمت مرز در پایان ماه اپریل سال 2021 روی داد که در نتیجه آن از دو طرف 55 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند. این خونین‌ترین مناقشه در تاریخ تمام مناقشه‌های مرزی جمهوری‌های معاصر آسیای مرکزی دانسته می‌شود. در پایان ماه ینور سال 2022 در یک مناقشه دیگر مسلحانه در مرز اسفره با بادکند 2 ساکن تاجیکستان کشته و از هر دو طرف بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. همین طور شب 11 مارس در یک تیرپرانی دیگر در مرز چارکو با بادکند مرزبان تاجیک سنت الله صمدوف کشته شده، 2 مرزبان دیگر و چند ساکن چارکو زخمی شدند.